شاید واسه همه کسایی که فرش ماشینی استفاده میکنن و قصد خرید فرش دستبافت رو دارن اصلا سوال باشه چرا فرش دستبافت. توی این پست میخوام به 4 تا دلیل بگم تا بیشتر با فرش دستبافت آشنا بشید. اولین و مهمترین مسئله این که خرید فرش دستبافت یه نوع سرمایه گذاریه و شما با خرید فرش دستبافت سرمایه‌ای که توی این راه خرج می‌کنید حفظ میشه و هیچ وقت از بین نمیره. مورد دوم اینکه فرش‌های دستبافت از موادی کاملا ارگانیک و طبیعی تهیه میشه و برخلاف عمده فرش‌های ماشین که برای سلامتی انسان مضرن، فرش‌های دستبافت برای سلامتی انسان مفید هم هستن. و مورد سوم که میدونم برای خانم‌ها خیلی مهمه اینکه فرش دستبافت خودتمیز شونده. این مدل فرش به خاطر ابریشم طبیعی و پشم گوسفند که درش به کار رفته کمتر از فرش‌هایی که با الیاف مصنوعی درست شدن احتیاج به شستشو داره. و مورد چهارم و مورد آخر این که فرش دستبافت ایرانی حتی در نوع درشت‌بافت فرشی که تو هر خونه‌ای پیدا نمیشه و شما میتونید با خرید این مدل فرش توی خونه‌هاتون یه اثر هنری زیبا داشته باشید که باعث زیبایی دوچندان دکوراسیون داخلی شما میشه.